سلام آقا رضا نونوار، چطوری؟ بده چند تا از این نونا سفوری. جای نون جو بخوا از رد گیره، یه جوری کاز بکن بسته پیره، دل حاجی گرفتار شیرینه. وای وای عجب دندون تیزی، عجب نونوای تیزی. رضا نونوا این از مردی به دوره، یه پا دنیاست یه پاتم لب گوره. اگه دیدی درش بازه عمو جون، کجا رفت حیای گربه کوره. اگه دیدی درش بازه عمو جون، کجا رفت حیای گربه کوره. اینجا یکی از بهترین بربری فروشی های همدانه. خیلی از این کار خوشم اومده. راستی ایشون همکارشون هم رو نونا رو اینجوری میزنن که فکر کنم خمیرش بهتر باد کنه. بعد اندازه این چونه خمیرها دستتونه دیگه، مثلا همشون چقدر میشن اون وقت؟ من یه دونش میکشم برای اینکه اشتباه نشه دیگه، تا آخر نمیکشم دیگه. دستتون ماشاءالله ترازو شده. اینطوری هم آرت میپاشن روشون میبندن. بله برای من چیز باشه بهتره، یه ذره خشک باشه. بله برشته میبرم. آخه ببینید چه کار قشنگی انجام میده، اینطوری نونا رو بلند میکنه. به به خدای شکرت. من این یه دونه رو بگیرم، شما چجوری بلندش کنید؟ خیلی خوبه. نه مشکلی نداره، اینطوری میذارمش. ببین چه تنور داغی خدایی. این چه کار قشنگیه. من برم جلو دستتون رو نگیرم. الانی که نونای خوشمزه منم آماده شد. اینم چونه بعدیه. اینجوری رفته تو استراحت که انشالله بیاد پخته بشه و خانواده های خوبم بخورنش. اینجوری در آماده میشه. واقعا کار سختی ها. بچه ها تو این گرما دستشون همش تو تنوره، تو داغیه، خسته میشن. نون با زحمت اینه واقعا حلال حلال. همه منتظریم این نون خوشمزه ها بیاد. وای ببینید آقا رضا چی کار کرده. دستتون درد نکنه، الهی همیشه سالم باشید. البته همکاری شما هم هست. دیگه کارتون به هم وابسته است، مگه میشه؟ پشت صحنه از همه. بله
مثلا همش من ظاهری دارم بین استادا اختلاف انداختم اینجوریه که وقتی یه خانم وارد داستان میشه همیشه یه موضوعی پیش میاد. شوخی کردم البته. اون سکام رو خوب آدرسشون هم خیابون رکنی، البته همدان خیابان رکنی، یکی از بهترین و با کیفیت ترین بربری فروشی های این شهره، هم از لحاظ بهداشتی هم از لحاظ نازکی و خوشپختی نون و اینکه پرکنجد کم کنجد هر طوری که بخواین هم آماده میشه. یه چیزای دیگه هم میپسن مثل چی درست میکنیم به جز اینا برسا؟ گرده شیرین و فعلا همین، ولی برای ماهایی مثل ماه رمضان و اینا که تنوع نوناشون خیلی زیاده. شما شومی دو به امید خدا. به امید خدا. حالا من آماده دیگه خنکشه میبرم. من فهمیدم 4 تا یا 3 تا؟ 3 تا. مهندس 3 تا. من 4 تا زدم. 3 تا. میگم این 4 تا. من اشتباه میشه. تنتین پهلشون. اون نونای منه هم. که مرا بارزن. اون نونای من. به. همه رو همینجوری پهل میشه و نورم مرا میزدن کیفیت تصویرمون بره بالاتر و پاچیدن کنجد دارم الان بهتون نشون میدم. ببینید از یک کنجد خیلی با کیفیت هم استفاده میکنن. من همیشه برای همسایه‌مون که یه خانم سنداریه نون میگیرم میبرم، اینقدر که اینجا نوناش کیفیت داره همیشه به من میگه که سارا برو از اونجا بر من نون بگیر، با اینکه خیلی هم مخالفه با این چیزا و کنجد و اینا، ولی همیشه خوشش میاد. این چیه؟ رمان بربری آب و آرد. فرنی رو آرد. فرنی. این تو این با آرد گندم میشه. همون سبک فرنی فرق نمیکنه. فرنی. خدا به دستاتون قوت و توان بده. خب معذرت نباشه خوش بشه. نباشه خوش بشه. از این دیگه صدا چشم. راش معطل شدید. این الان پرکنجد سفارش مشتری بود. خب ببینید تو رو خدا این نون خوردن داره. خب یه دوره دیگه هم البته رفت تو تعریف. ببین واقعا هر کسی توی کاری خیلی مهارت داره. الان اگه اینو به من بدن هیچ وقت نمیتونم این شکلی رو همه رو یه اندازه و اینا در بیارم. بزن اینجوری میشه. دستتون درد نکنه. ممنون آقا مهندس بود. مهندس بفهم. میخوام موقعی کنجد پاشوندنش هم براتون بگیرم چون که نونای منم آماده است. خوش آمدی مهندس، زنده باشی همسنه. سلام.
میشه کنجا داری این ردیف رو بپاچین من بگیرم کنجه اینا رو بزنم. حلال کنید زنها امروز شدم مثل گزارشگر. این هم گذاشته من دلم میخواد که این همه سلیقه رو مردم هم ببینن. البته قطعا که همه یکی یه بار بربری فروشی اومدن. امضای کاره آقا رضا. خواستی باید بزنم حالا خودتون می‌خواید. دستتون در نکن. آره حالا برای امروز اونا کافیه، انشالله یه روز دیگه حتما دوباره میام. شما 60 همه اینجوری میشن، یه ذره استراحت میکنن نونا. بعد فقط دیگه میگم وایس میشه هر صبح کنجه بیشتر بعد وایس شروع میشه به کنجد پاشیندن. این مرحله مورد علاقه منه. ببینید بله بله من زیاد به 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 به. اینجوری میپاشن. بعد آقا رضا زحمت میکشه میفرسته اون تو. بعدم میاد بیرون میشه نون خوشمزه ما که